خوش اومدید به این سری از ویدیو درباره مودرن وارفر 4. همین ساعتی پیش اکتیویژن مودرن وارفر 4 رو معرفی کرد که خیلی خفن به نظر میاد. اول از همه خوشحالم به اینترنت وصل شدید، چیزی که حق همه ماست. ما ایرانیان حق بهترینا رو داریم. میدونم گیم الان کمترین دغدغه‌تونه، ولی اگه براتون جالبه لطفا با من همراه باشید. بریم سراغ مودرن وارفر 4 که میخوایم بریم ببینیم دیتیل و اطلاعات از این تریلر چیه. اولین چیزی که هست، بازی تو 23 اکتبر یا همون 1 آبان لانچ میشه، روز جمعه. میتونیم بگیم که بازی کمپین و مولتی پلییر داره. و درباره DMZ قراره برگرده، چون تو قسمت ورلد ادیشن نوشته که DMZ بونوس، یعنی اینکه 100% برخواهد گشت. مودرن وارفر 4 با انجین جدیدی که دارن میدن بیرون، نسل قبل رو ساپورت نمیکنه، یعنی اینکه با PS4 و ایکس باکس وان نمیشه بازی کرد، فقط نسل جدید میشه بازی کرد با انجین جدید، انجین 6 اگه اشتباه نکنم. چیزی که عجیبه، اونا بهمون والت ادیشن رو نشون دادن که 4 تا شخصیت داره. کاراکتر سمت چپ یه کاراکتر جدیدی که اسمش بلیکس هست. بغلش هم گوسته که یه اسکین جدید داره. گوست شخصیت مورد علاقه من و خیلیامون. بعد بغلش سمت راست اون خانم والوریا هست که فکر کنم تو مودرن وارفر 2019 بود، چون اگه یادتون باشه تو سری قبلی هم بود و اضافه میشه به مودرن وارفر 4. و بغلش هم سمت راست که مشخصه کپتین پرایس هست که انگار جوان‌تر شده. اگه می‌خوای این شخصیت رو داشته باشی بعد قطعاً والت ادیشن رو بگیری. چند تا نکته‌ای که شاید میدونستین خیلیامون، داستان تو بازی کره شمالی و جنوبی انجام میشه طبق همون چیزایی که لیکرها میگفتن که انگاری درست بوده. و این شخصیتی که میبینید ارتش آمریکایی و کره‌ای هستن که دارن ماموریت خودشون انجام میدن، کاری که باید انجام بدن. و تو این مدت ما کاپیتان پرایس رو داریم که شاید بگید چرا انقدر تغییر کرده، چون خط داستانی انگاری بعد از مودرن وارفر 3 هست که پرایس بعد از کشتن جنرال شپرد تحت تعقیبه و کسی رو نداره که باهاش ارتباط بگیره. حالا شاید بخاطر همین تغییر چره داده یه جورایی. پس ما احتمالاً یه کاپیتان پرایس جدیدی رو ببینیم، یه ورژن دیگه ای ازش رو. حالا جدا از اینا قراره انگاری گزینه‌ای داشته باشیم که میتونیم برگردیم رو خط داستانی و کاپیتان پرایس و اون اسکواد کره‌ای که به داستان هم اضافه میشن. و یه گزینه دیگه هم داریم، این هست که ما فقط تو کره جنوبی و شمالی بازی نمی‌کنیم، بلکه تو قسمتی از روسیه هم میریم و حتی نیویورک که کاپیتان پرایس هم اونجا بود. اما یه اسکوادی رو می‌بینیم که تو شهر مومبیا هند هستن، اونجا هم انگاری مأموریت خواهیم داشت. اگه بخوایم خلاصش کنیم، اولین چیزی که میشه دید تو بخش اول اسکواد کره‌ای دارن از تو شهر حرکت میکنن و کارشون رو میکنن که یهو بوم، یهو بهشون حمله میشه و این اولین مأموریتمون بود که بعدش فرار میکنن. بعد یهو صفحه کات میخوره به کاپیتان پرایس که به نظر میرسه تو نیویورک که مثلا داره با موقعیتی که داره باش کنار میاد موقعیتشو سپری میکنه که والوریا هم بهش اضافه میشه انگاری. بعد ادامه میدم و بعد وارد بخش دوم میشیم، جایی که جنگ کره جنوبی و کره شمالی خیلی بیشتر میشه، شدیدتر میشه و یه معرفی جدید هم از رهبر جدید کره داریم که یه خانم هستش. تا اونجا که میدونید ما قراره یک دشمن بزرگ داشته باشیم. حالا قراره ماکاروف باشه طبق لیک هایی که شده. یه چیز جالب که بخوام بگم، این مشتی که داره کاپیتان پرایس میزنه به یک نفر انگاری ماکاروف هست و انگاری ماکاروف دشمن بزرگ ما نیست اصلا. ما چند تا مأموریت مختلف داریم که به نظر میرسه مثل سری مودرن وارفر اورجینال باشه یا همچین سبکی که ما درگیری زمینی داریم یا درگیری تو شهر. از تریلر معلومه که داستان شلوغ پلوغی این سری داریم، چون جنگ کره جنوبی و شمالی هست. هم کاپیتان پرایس داستان جداشو داره. من فکر میکنم اکتیویژن همین امروز فردا بیانیه‌ای بده که بیشتر بهمون اطلاعات بدن و چیزی که گفتن درباره مولتی پلییر اینه که میخوان فان بشه، واقع بینانه باشه، درگیری زمینی بیشتر بشه و چیزی که میبینیم قطعا شبیه سری مودرن وارفر هست. چیزی که هی لیک میشد این بود که قراره شبیه مودرن وارفر 2 باشه، ولی اصلا اینطوری نیست. منو بیشتر شبیه مودرن وارفر 2019 میندازه. خیلی چیزایی که لیکرها میگفتن درست در اومد، ولی نه همشون مثل همین موومنت، چون با انجین جدید بازی فکر نمی‌کنم همون باشه. و اولین چیزی که درباره موومنت هست، اون اومنی موومنتی که الان داریم قراره تو مودرن وارفر 4 نباشه. یعنی نمیتونیم راحت بریم به سمت عقب یا سمت راست یا سمت چپ. بخوام فرقشون رو بگم، تاکتیکال همونیه که ما تو مودرن وارفر 2019 بازی کردیم، همونی که مثلا اسلحه رو اینطوری میگرفت بالا میرفت. و فولنت هم میتونیم بگیم که تو مودرن وارفر 3 بود و قرار نیست جوری باشه که مثلا میخوای از دیوار بری بالا اسلحه رو نگیره، یا مثلا با موقع بالا رفتن دیوار یا باگی بخوری یا اسلحه رو نگیره دستت خیلی دیر برسه پایین. قرار خیلی روونتر باشه. بعد درباره اسلحه هم صحبت کردن، قرار هیپ فایری که الان داریم رو ببرن کلا حذف بشه. و چیزی که قراره ببینیم انگاری تو مودرن وارفر 4 اینکه هیپ فایرها خیلی راحت‌تر میخورن، جایی که میتونیم بگیم
نوک اسلحه دشمن رو نگاه میکنه. همین باعث میشه لیزر هم خیلی به درد بخوره تو اس ام جی، قشنگ تیرا میخوره به انمی و کارو خیلی راحت میکنه. چیزی دیگه که درباره اسلحه گفتن، ما قراره 24 تا اسلحه داشته باشیم تو اول کار، به اضافه ملی وپن یعنی همون چاقویی که الان هم داریم، و هر اسلحه یه اپکس اتچمنت داره که انگاری هر اسلحه یه اتچمنت مخصوص خودشو داره. مثلا همین الان مثلا پرسیج بکنه یک اسلحه رو یه اتچمنت خاصی از اون اسلحه باز میشه. چیزی که درباره موومنت گفتن این که ما دو تا گزینه داریم، یه دونه گزینه اسمش تاکتیکال هست و اون یکی فلوئت همون به معنی روون میده، تاکتیکال هم بستگی داره آدم کدومش رو انتخاب بکنه. و حتی بعضی از اسلحه ها مثل پیستول میتونی کنارش مثلا شاتگان بذاری یا مثلا یه خشاب بکنی بالای اسلحه، این چیزی هم که تو واقعیت هم هست و چیز عجیبی نیست. و انگار ما پیش هست 400 تا اتچمنت اسلحه داریم و با سه تا پکی که انتخاب میکنیم الان هم همینطوریه بازی قراره بکنیم و انگاری قراره پکای قدیمی هم برگردن. و چیزی که میشه تو تریلر دید قراره نوک هم انگاری برگرده، میتونیم بگیم همینی که تو مدرن وارفر 3 بود، مثلا 30 تا وین میگرفتیم میتونستی نوک بزنیم. اینو میشه جای فهمید که کاپیتان پرایس میره توی هلیکوپتر مانند انگاری و نوک رو اونجا اجرا میکنه، فعال میکنه. و کار دیگه ای که با پرستیژ سیستم کردن اینه که ما میتونیم دو گزینه رو انتخاب کنیم. یه دونش اینه که تو هر پرستیژ رو بزنیم بره بالا، اسلحه ها دوباره قفل میشن، پرکا قفل میشن و لولمون بره بالا تا باز بشه. گزینه بعدیش هم اینه که مثلا پرستیژ نکنی ولی بعضی از جواز و اسکینا رو نمیتونی بگیری. مودهایی که قراره بیارن تو مولتی پلیر انگاری 12 تا هست، هارد پوینت، تی دی ام و مود جدید که قبلا بهمون نشون ندادن. و درباره نقشه جدیدم انگاری بخشی از کمپین و بخشیش هم از جای دیگه جمع. و تو آخر تریلر ما فایت یه جوری میشه گفت فایت بین گوست و پرایس رو خواهیم دید، چون گوست برمیگرده به پرایس میگه تو قانونو شکستی، پرایس هم برمیگرده میگه دیگه قانونی نیست. احساس میکنم حالا بیا فایتی بین اینا خواهیم داشت، یه صحنه‌ای که قراره شاهکار باشه. خب این یه خلاصه‌ای بود از اطلاعات و دیتیل بازی. انگار به اطلاعات بیشتری هم هست، اگه اونا رو به این زودیا ببینم سعی میکنم که ویدیوشو رو بدم بیرون. اگه دوست داشتید، اگه براتون جالب بود، یه ساب و یه لایکی هم بزنید. امیدوارم که همه چی اوکی بشه و بچه‌ها بتونن برگردن سر گیم. حالا گیم کوچیک‌ترینشونه، ما لیاقت بهترینا رو داریم. مواظبت کنید. پیس.